بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز ما بزيارة مسجد نبوي وبزيارة مدينة خواهیم رفت. مدینه شهری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم این شهر را دوست داشتند. بیایید همراه به سیر و گشت مدینه می رویم. با این اتوبوس هایی که دیده ایستاده اید ان شاء الله ما سیر و گشت می بریم. این اتوبوس ها با نرخ ارزان و چندین زیارت ها می برند. 24 ساعت کار کرده می ایستد. این چخلی که می بینید قریب 12 محطه دارد. دوازده استانوفکه. این صورت هایی که می بینید برای همینجا برای تماشا می برد این اتوبوس. مسجد قبا، شهدای احد، مسجد خندق، قبرستان بقیع، این خط سبز گردی مسجد نبوی. این اتوبوس 24 ساعت کار کرده می ایستد. نرخ بلیتش 40 ریال است. این خیلی گوشمونک ها می دهند با چندین زبان ها برای سیر و گشت می کردگی انسان می خبر می دهد. بیایید با همراه درون اتوبوس می دریم و سیر و گشت را سر می کنیم. این اتوبوس از پیش مسجد نبوی سر می کند برای تماشا. از در باب ملک فهد، دروازه ملک فهد. اینجا نوشنیک را می خرید و با کدام زبان خواهید اختیار میکنید و گوش میکنید. ما حرکت کردیم برای تماشای مدینه. اینجا گسنیس هایی که نزد حرم است برای هر یک بیننده الله نصیب کند که به این مدینه منوره آمده زیارت بکند. در مدینه منوره 5 جای سنتی زیارتش است. این قبرستان بقیع است که با پنجره ها چخیلی که میبینیم ما در این قبرستان بقیع زیاده از 10,000 صحابه هستند. تمام زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که جسدش داخل قبرستان بقیع شد من شفاعتم میگیرم. میگویند حضرت عثمان رضی الله عنه قبرشان در این بقیع است. ما از طرف قفای مسجد نبوی به طرف پیش طرف قبله با این اتوبوس حرکت داریم. اینجا طرف قبله طرف پیش مسجد نبوی. قبرستان بقیع را زیارت کردن یکی از سنت های مدینه می باشد. این دویمین استانوفکه می باشد. از اینجا ما حرکت میکنیم به سوی سیمین استانوفکه. اینجا مسجد نبوی از طرف پیش از طرف قبله. اینجا محکمه است، سود عالی.
اینجا حکم میکنند با قرآن و سنت. محکمه بزرگ است و تمام علماها اینجا قاضی هستند. این محکمه طرف قبله است. ما حاضر مسجد یمامه رو میبینیم. این مسجدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این جای مسجد نمازهای استسقا میخواندند و نماز عید. انا اینجا مسجد یمامه میباشد. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای نجاشی نماز جنازه غایبانه خواندند. او دورترنده نگاه کنید، مسجد سفید است، مسجد علی رضی الله عنه میباشد. پشت این مسجد یمامه مسجد ابوبکر و مسجد عمر هم هست. دور قدیم به جای این مسجد جای وسیعی بود که پیامبر صلی الله علیه و نمازهای عید را میخواندند. او دور نگاه کنید، یک مسجد مینومد، آن مسجد بلال رضی الله عنه میباشد. ما از اینجا اکنون حرکت میکنیم به سوی دیگر مکانی که از زیارت های مدینه میباشد. اینجا کوچه های مدینه میباشد که حاضر ما به کوچه باب السلام میرویم. این کوچه باب السلام راست است به راه به دروازه سلام. دروازه سلام این دروازه است که نامری یکم میباشد به مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شدن. اینچنین برای سلام دادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای ابوبکر و عمر از دروازه باب السلام میدرید. اکنون ما سوی به مسجد اجابه میکنیم. اینجا مسجد اجابه است، نزدیکی مسجد نبوی میباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند، 3 دعا، 2 تاش اجابه شده است. این مسجد مسجد بخاری رحمه الله میباشد، امام بخاری. ما اکنون طرف روحی کوه احد میرویم. کوه احد میگویند جبل یحبنا و نحبه. کوه ما او را دوست میداریم و او ما را دوست میدارد. برای زیارت شهدا رفتن یکی از سنت های زیارتی مدینه میباشد. اینجا جنگ شده است، جنگ احد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر سال دوم هجری غلبه میکنند، اما در این جنگ احد شکست میخورند. اینجا اصناف که پنجم میباشد که از زیارت های مدینه میباشد. این کوه رمات است و اینجا کوه احد. جنگ بین همین کوه احد و کوه رمات شده است. هم جاهای مسجد، این پنجره هایی که از دور دیدی سادید جای جنگ است. درون این پنجره ها شهید ها هستند که 72 تا شهید است. بعد جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم شهیدها را داخل این پنجره دفن میکنند. در اول جنگ مسلمان ها بروسا بود، یک امر پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش نکردند، به جنگ مسلمان ها شکست میخورند. این بازارها هست، بازار نامش به قارات. چقدر در جنگ احد در حقش سخن کنیم کم است. برای آنکه ویدیو دراز نشود من کوتاه سخن میکنم.
اینجا یکی از بازارهای کلانی می باشد که برای تماشا، برای چیز خرید از سبب این بازار کلان بودن اینجا هم یکتا استانوفک کاریگ هستند که استانوفک شش می باشد. اکنون ما سوی به طرف قبلتین میریم. این مسجد قبلتین است. مسجد قبلتین یعنی دو قبله ها گفتنی گپ. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مدینه می آیند 6 ماه طرف بیت المقدس نگاه کنه میخونند. بعد آیت نازل میشد که طرف خانه کعبه گرد. این قصه در سوره بقره آمده است. اینجا یک قوم، یک گروه صحابه نماز میخونند، خبر میرسه که محمد صلی الله علیه و سلم طرف قبله گشت. اینها در نماز پیشین دو رکعت طرف بیت المقدس میخونند و دو رکعت طرف خانه کعبه. از این سبب این مسجد نامش به دو قبله نامگذاری شده است. بعد این مسجد ما طرف خندق میریم. مسجد خندق اینجا جنگ احزاب شده است. سال 5 هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم مشورت میکنن با صحابه که دشمن به ما هجوم دارد، باید چیکار کنیم؟ سلمان فارسی رضی الله عنه میگویند که ما از دشمن اگر ترسیم خندق میکفتیم. خندق این یک چقری است که از آن چقری نه اسب گذشته میتونه، نه شتر، نه انسان. از دو طرف ایستاده کمان پرغانی میکردن. اینجا مرکزی همین جنگ خندق بود. یعنی مسجدی که میبینیتون و این چنین یکی از نامه های اینجا 7 مساجد میباشد که 7 مسجد نامیده میشد. 7 مسجد به این معنا که وقت جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه امر کردند که جا جا ایستاد نماز خوانند. ببینید در وقت جنگ هم صحابه نماز جماعت را ترک نکردند. این بالای کنگی یکی از مسجدهای میده. پهلشان کمتر پایینتر با یک دیگر هست. خیلی اینجا 7 مسجد میده هست. بعد این جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ما اکنون هجوم را سر میکنیم، برای ما هیچ کس هجوم نمیکند. این جنگ قصه های زیادی دارد که به گفتن ادا نمیشود. یکی از مسجدهای میده اینجا است. مسجد قبلتین، این مسجد خندق از زیارت های سنتی نمی باشد. جنگ احزاب در قصهش در قرآن آمده است، در سوره احزاب، که تمام قبیله های عرب در جنگ احد و جنگ بدر فقط قریشی ها هجوم میکرد، اما در این جنگ تمام قبیله های عرب مشرک ها به مدینه هجوم میکردند برای به مسلمان ها. این مسجد خندقه که گفتیم مسجد جامع است. اکنون ما سوی به طرف مسجد قبا میکنیم که اولین مسجد در اسلام باشد. مسجد قبا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه به مدینه هجرت کرده می آیند اینجا جایگیر میشند. روز دوشنبه مدینه اومده میرسند، بعد این مسجد رو بنا میکنند. این مسجد اولین مسجد در اسلام باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مدینه رسیدند این مسجد رو بنا میکنند. فضیلت این مسجد خیلی بسیار بزرگ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش میگویند کسی که در خانه‌اش طهارت کند و اومده 2 رکعت نماز خواند ثواب عمره کردگی را میگیرد.
این مسجد را زیارت کردن یکی از سنت های زیارت مدینه می باشد. اون حدیثی که گفتم به دروازه این مسجد نوشته کردگیان فضیلت نماز در مسجد قبا: من تطهر فی بیتی ثم اتى مسجد قبا فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. و این چنین این مسجد در قرآن ذکر شده است که با اسم تقوا. اینجا داخل مسجد قبا می باشد. این مسجد چندین مراتب وسیع شده است. اولین شخصی که وسیع کردگی عثمان ابن عفان رضی الله عنه سین خلفای راشدین می باشند. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که مسجد رو بنا میکرد، سعد ابن خیثمه گفته که صحابه ایستاده این مسجد رو بنا میکردن 3 روزنده. بعد 3 روز بعد داخل مدینه میشن. اینجا محرابی مسجد قبا می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر روز شنبه برای زیارت این مسجد می آمدند. برای همین برای امت سنت است که هر کسی که مدینه می آید باید از این مسجد دیدن کند و زیارت کند. زیارت مسجد این داخل شده 2 رکعت نماز تحیت مسجد خواندن، این زیارت به داخل میشد. مسجد قبا خیلی مسجد بزرگ است. 4 مناره دارد. این مناره هایی که میبینید از مناره های قبا می باشد. اینجا داخل مسجد است. با همین زیارت ها با آخر می رسد. زیارت های مدینه خیلی خیلی زیاد است، لیکن ما با این اتوبوس توانستیم همان قدر زیارت را ببینیم. اینجا نزدیک مسجد نبوی به دست چپ ببینید автовокзал است. автовокзал دوری دولت عثمانی به محطه بود، یعنی استانوفکا. پویزد میرفت از مدینه به استانبول. اینجا جای این مسجد ترکی است. ترک‌ها پشتش هستند. اینجا دارالقلم است. این دست راست جای امیر مدینه، جای کارخانه‌اش نزد حرم است. این کارخانه اداره امیر مدینه. و همین زیارت ما به آخر رسید. از الله سبحانه و تعالی میپرسم که هر یک بیننده را الله نصیب کند به زیارت مسجد نبوی